بنا به اطلاع یک منبع آگاه پایگاه خبری بامداد، رستم امامعلی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی که جریان تفتیش پرونده عذاب و عقوبت مدینه محمدجانова را تحت نظارت شخصی خود گرفته است، در رابطه با این پرونده پسر عمک خودش رحمان امیدجان نوریدین را نیز به نزد خود دعوت کرده برای نقش فعالانش در پشتیبانی این پرونده سخت جنگ کرده است. رستم امامعلی به امیدجان نوریدین که داستانی نویه سینای شهر دوشنبه است گفته است که شما با چنین عملهایتان آبروی عائله ما را به زمین میزنید. من این مسئله را به پدرم میرسانم، بگذار چاره بیند. منبع بامداد میگوید این صحبت تند رستم امامعلی با امیدجان نوریدین قریب 2 هفته پیش قبل از بررسی مسئله مدینه محمدجانова در جلسه راهبران مقامات حفظ حقوق دوشنبه و در نشست حکومت تاجیکستان که روزهای 1 و 2 نوامبر دایر شدند صورت گرفته است. هم رستم امامعلی در جلسه اول و هم پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه حکومت طلب کردند که مسئولان در کوشش پوشانیدن این پرونده از مقامات رانده شوند. در پی این دستورها طور قبلا خبر دادیم ظفر اسماعیل زاده همان روز 2 نوامبر از مقام سردار شعبه میلیسای نویه سینا برکنار کرده شده. روز 5 نوامبر سهراب سلیم زاده معاون اول پروکورور این نویه نیز ترک این منصب کردند، اما امیدجان نوریدین پروکورور این نویه در مقامش تا حال باقی مانده است. منبع بامداد این را به برخی اساسیت‌های این موضوع ربط می‌دهد. رئیس جمهور به امید خیلی باوری دارد. از طرف دیگر امید برای پرزیدنت نشانه از برادرش است که شاید دلش نمی‌شود که او را آزار دهد. از این رو شکایت‌هایی که درباره‌اش می‌رسند چاره اندیشی نمی‌کنند. پیشتر پروکورور گنرالی یوسف رحمان هم چند دفعه به امید که پروکورور گنرالی را هم گوش نمی‌کند گفته بود که درباره رفتارت به جناب خبر می‌دهم، ولی امید جوابش داده بود که گفتم بگیر. امیدجان نوریدین قبلا سردار مرکز جمهوری اکسپرتیز سعودی و کریمینالیستی وزارت عدلیه تاجیکستان و از سال 2015 تا 2019 دادستان نویه اسماعیل سامانی بود و سال 2019 دادستان نویه سینا تعیین شد. امیدجان نوریدین پسر نوریدین رحمانوف برادر کلانی پرزیدنت امامعلی رحمان است. نوریدین رحمانوف سال 2017 در سن 67 از عالم چشم پوشید. در هر صورت برای پوشاندن پرونده مدینه محمدجانova سردار میلیسا و معاون اول پروکورور نویه سینا از مقام سبکدوش کرده شدند. مدینه محمدجانova ساکن شهر دوشنبه آخر ماه اوگوست امسال در حالت بیهوشی به بیمارخانه برده شد. به گفته طبیبان او را چنین بوغی کردند که چند مدت به معاینه سرش هوا نرفته است و در نتیجه یک قسم مغز سر مدینه از کار مانده است. این قضیه وقتی مورد توجه قرار گرفت که فعالان جامعه شهروندی برابران کشور مراجعت کردند و جریان تفتیش را رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه شخصا زیر نظارت خود گرفت. معلوم شد که مقامات میلیسای نویه سینا ماه سپتامبر اعمال عزیزه دولتova را به قانون عفو تغییر کننده گشودن پرونده جنایتی به ضد او را رد کردند. در پی دخالت رستم امامعلی مقامات روز 1 نوامبر عزیزه دولتova را با اتهام سوءقصد به آدمکشی و شوهر او کارمند شرکت میگافون تاجیکستان لطفالله دولتوف را با اتهام عذاب و عقوبت دستگیر کردند.